دورای حضرت عمر بود. حضرت میگد وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگد وقتی که شنید بیمار است خیز میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگد درش تق تق کرد، گفت فلانی؟ میگد از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگد ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعت بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر تصدیق میکنی؟ لبی میگوی به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی.